اکه کنم خاکی تگی توفلیات شاون نکامی کره اکا سیرم دیوانه تو رو میپروند دیوانگیش قپیده اکه کنانه انیق سیرم هر سیرم رو میپرونه رها کنید اگر کشد کشتن گیرد چیست بچه ها؟ چرا این کنانی دیوانه با دسته ای کل آمدن؟ اکه جوهر اینم کنانی دیوانه سیرم دیوانه را سوالی محبت کردنی های ما رو میپرونه به فکرمو دیوانه دیگریش انیق سیرم ما رو میپرونه که وای شنیدی آخیرا کنانی دیوانه با سیرم دیوانه عشقش رو اعلان میکردن این حل میشود بکن درست میگویی اکا سیرم دیوانه کنان رو زنده نمیگذارد رحمت اکه ایرش خیرت گفتی ما نمیدونستیم یه بدبخت ما میره گفتستیم بس کشتنی باشد کشد بگذار مرگم از دستی دوست داشتم باشد برادران مایلش بجا شدم آخر برو انیق میکشد بچه ها او رو باز داره سیرمی دیوانه او رو میکشد آخر چهار طرفش قبله کارش نداریم ما آخر بچه ها شما مرا نمیشونید مگر رمید میگویم او رو نجاتی هل میگویم از پسش رمید راست بگی بدبختم میکشه کنان تو هم را بیزارم اکا جوهر تو هم بیا نه من نمیروم شما رو رید من نمیگوید او رو ببین چی میگوید ها آی جیری جان من تو رو به دست آن میمون نمیسپرم اصلا سیرمی من چی شد کنانی دیوانه؟ سری پاوروتن بخورده اگر کشتن خواهی بکش من در اختیار تو چی گفت ایستادهی؟ باز سرت ویران شد نه دلم حیف شد میکشد او را دامولای جنازه خانه حاضر خبر کنیم یا بدتر چیکار کنیم؟ بعدا حیف شد آدم خوب بود اکه کنان آخر خدا رحمت کنه اکمارا نکی بدبخت انیق دوزخ میره سیرم تو را اولین بار وقتی دیدم مجنون نبودم مجنونم کردی از شهر خودم بیرونم کردی کنعان دیوانه جمع سیرم برابر لاوه یا گپت میگم چه خیلی که مطره دوست میدارم خیرس اصلا اوقا دوست نمیداره اکه کنان پرچه شعری خوبی رو گفته ایستاده است نکی میمره جورا جو نمیدونی مگر چیره؟ شاعری مردگی رو شعرش پرقیمت تر میشده است بهار آمد گلی سوسن قطار آمد به دهقان وقتی کار آمد چیا گفت ایستادهی زود بگو کارم زیاد است تو سیرمی دیوانه من کنعان دیوانه یک جا شوند دو دیوانه چی گفتن میخواهی؟ میگویم که تو را دوست میدارم تو را دوست میدارم اگر خواهی مرا پران سمیرو تو اسکنه ترسی بو خدا رحمتش کند اوه راحت شدم اکنون مرا پران چرا میپروندم تو رو؟ ارزشی تیری سیلو هم رو نداری مرا دوست میداشته است این دیوانه رو ببین مگر من به گپ یک آدمی دیوانه آدم میپرونم تو رو بهوده کنانی دیوانه نمیگفتم مرا دوست میداشته است دیوانه محله دوستت میدارم آخر ای باشه این بدبخت چختکی مرده کو روز سودگه یا نپروندور آخر سیرمی دیوانه چرا اکه کنان رو نپروند اکه کنان ها این سیرمی دیوانه چرا حاضر مرا نپران آکه ما هم حیران شدیم ما هم نفهمیدیم این رو نفهمیده هر دوستم گویا نفهمیده یا چرا نفهمیده ده؟ معبدی آمان چهرت گرمی کرده نپرانده کرد گرم بود است؟ بله گرم بوده است چهرت در نظر سیرم گرم بوده است نکی آدم خنکی لیلی را به چشم مجنون نگاه کن میگن تو درست میگویی این کار چه خیل میشود ها؟ طرف کنعان سیرم دیوانه سیگنال داد سیگنال؟ چه خیل سیگنال؟ مقصدش همینه که برای پدر و مادرش خواستگاریش کنه یکه مگر این کام دارد؟ سیرم و کنعان دیوانه اگر با هم رسند در این جهان نه زنده وطن یابد و نه مرده کفن مبارک شود بعد 9 ماه قطارک شود این خیل باشد ما هم رفته سیرم دیوانه را خواستگاری میکنیم
این بیگاه با خوزگاری میرویم. هجری رو هم با خود میگیریم. اکا اول برای تورات کن 2 رکعت نماز بخون با هم دخترت کز نکنه. خب یکل باشد من رفته نماز میخوانم. خدا